بازم برمیگردیم به تاجیکستان. صرف نظر از تغییر قانون‌ها، اصلاحات و سخت‌تر کردن جزا برای تنبیه و کودک آزاری، هزاران نورس و طفل در تاجیکستان با خطرهای جدی چون ظلم و زدن، ازدواج برمحل روبرو هستند. گزارش حکومت تاجیکستان و هم گزارش سازمان‌های حامی حقوق به سازمان ملل در این باره بیانگری یک واقعیتی تلخ است. قرار است این دو گزارش در کمیته حقوق کودکان سازمان ملل در شهر ژنو ماه آینده بررسی شوند. همکارم کیومرث سیاتا هر دو گزارش را مطالعه کرد و برای ما و شما هم خلاصه کرد. پیش از برنامه از اول درباره جزئیات این گزارش ها پرسیدم. بله طاهر، دهها سازمان غیر حکومتی تاجیکستان از جمله سازمان‌های تشبثی حقوقی و غمخواری همراه با حکومت گزارش‌های خود را به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل پیشنهاد کردند. گزارشی که وضع حقوق کودکان را از سال 2017 تا سال 2024 فرا می‌گیرد، نشان می‌دهد که مشکلات مهم کودکان در کشور نه تنها حل نشدند بلکه در بعضی موارد تمایل نگران کننده گرفتند، از جمله ازدواج نابالغان. و از کیومرث همچنین پرسیدم که درباره لط و کوب و آزار کودکان که سالهای اخیر بیشتر رسانه میشوند حامیان حقوق چه گفتند؟ طاهر، زورآوری یا آزار و اذیت و ظلم بر کودکان در تاجیکستان این مسئله دیگری اساسی در گزارش است. حامیان حقوق به سازمان ملل گفتند که زورآوری به کودکان وسیع دامن پهن کرده است، اما به دلیل دسترس نبودن آمار یگانه و هم ترس جامعه مقیاس اصلی آن پنهان میماند. بر اساس یک پژوهش که با مساعدت یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل سال 2023 انجام گرفت، 56% کودکان از 1 تا 14 ساله در خانواده به نوع‌های گوناگون تنبیه سخت از جمله تحقیر، زدن و لط و کوب سخت روبرو شدند. یک مثال تازه آن تا حد مرگ زدن یک دختری 4 ساله از ناحیه یاوان از سوی پدر اندرش است که چند پیش روی داد و حکومت گفته است که شمار کودکانی که چون جبر دیده از زورآوری عائله شناخته شدند از 171 نفر در سال 2023 تا به 409 نفر در سال 2025 رسیده است. آزار جنسی کودکان هم زیاد شده است و تنها در سال گذشته در تاجیکستان 25 مورد آن را ثبت کردند. در گزارش حامیان حقوق از حادثه‌های مدهش تجاوز و به قتل رساندن دختران 8 و 9 ساله یادآوری می شود. در این گزارش همچنین از رید یا که عملیات ماموران میلیسا یادآور شدند که کودکان را برای گدایی یا عرابه‌کشی هم بازداشت می کنند و جزا می دهند. و یکی از بخش‌های دیگری گزارش سازمان‌های حامی حقوق درباره کودکان گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا همان ویچ سپی در تاجیکستان است. همکارم کیومرث خواستم تا در این مورد تفصیلات بدهد. بله طاهر، این موضوع یکی از بخش‌های نگران کننده گزارش است. بنا به آمار رسمی حکومت تا 31 دکمبر سال 2025 در تاجیکستان تقریباً 1000 کودک و نورس تا 18 ساله و گرفتار به ویروس نارسایی مسئولیت بدن ثبت شدند. در گزارش حامیان حقوق که آمار تا سال 2024 را در بر می‌گیرد آمده است واقعیت دهشتبار آن است که از 184 کودک مبتلای زیر 14 سال در 139 مورد آن مادران کودکان بیمار نبودند. مقامات هم اعتراف کردند که شاید این کودکان در شفاخانه‌ها توسط سوزاندارو یا تجهیزات طبی آلوده سرایت شده باشند. گذشته از این همه کودکان گرفتار ویچ هنگام قبول به کودکستان و مکتب به سنجش‌های تبعیض‌آمیز دچار می‌شوند و از حق تحصیل در دانشکده‌های طبی محروم کرده شدند. همکارم کیومرث سیاتا درباره دو گزارش، یکی از حکومت و یکی از سازمان‌های غیر حکومتی درباره حقوق کودکان در تاجیکستان صحبت می‌کرد. گزارش مفصل در این باره در وبسایت azadi.org هست و هر وقت می‌توانید